الحمدلله و کفی و سلام علی عبادی الذین اصطفی. در شریعت اسلام مسئله نفاس پس از اثبات حمل وابسته به آن است که جنین تا کدام مرحله رسیده بود. اگر حامله‌داری به مرحله رسیده باشد که عضوهای جنین معلوم شده باشد، یعنی دست، پا، سر، گوشت، بینی و غیره، پس خونی که بعد از اسقاط می آید خون نفاس حساب می شود. در این حالت زن نفاس می بیند، نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد و بعد از پاک شدن غسل می کند. اما اگر اسقاط حمل پیش از پیدا شدن شکل جنین رخ داده باشد، یعنی تنها لخته خون یا گوشت باشد، پس این خون نفاس نیست، بلکه خون بیماری یعنی استحاضه حسابیده می شود. در این صورت زن نماز و روزه خود را ادامه می دهد، تنها با رعایت احکام استحاضه. دلیل ها از کتاب‌های فقه مذهب حنفی. صاحب هدایه در کتاب طهارت می نویسد اگر جنین افتاد و در آن شکل انسان باشد خونش نفاس است و اگر چنین شکل نباشد آن استحاضه می باشد. صاحب کتاب بدایع الصنایع می نویسد اگر در جنین یکی از نشانه های آفرینش انسان باشد آن نفاس است و اگر نباشد نفاس حساب نمی شود. فتاوی هندیه: هنگامی که زن چیزی را اسقاط می کند که در آن آفرینش انسان معلوم باشد خون نفاس است. خلاصه اگر جنین شکل گرفته باشد نفاس است، اگر شکل نگرفته باشد نفاس نیست.